هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آیا خودکشی در اسلام درست است؟ با سلسله موضوعهای اخلاقی و تربیوی را میخواهم پیشکشتان گردانم. یکی از مشکلی هایی که اکثریت زنان و برادران ما را فرا گرفته است، این هم خودکشی می باشد. خواهرم، آیا تو از مشکلی های حیات دلمانده شده؟ آیا غم و اندوه زندگی و رنج و عذاب دیگران به دلت زد؟ آیا تو از حیات دل شکسته شده؟ پس هیچگاه غمگین مشو. هر وقت که به غم و درد دیگران گرفتار شده و یا در حیات با شوهرت نافهمی کرده و یا با یگان حادثه گرفتار میشوی، پس هیچگاه امیدت را از حیات شیرینت مکن. زیرا قانون حیات همین است که به درد و غم و به شادی و سرور نمی شود. تصور کن که همین آسمان یک شب پر از ستاره است، ولی شب می شود که ابرپوش است و ستاره های زیبا نمی تابند. زندگی هم به مانند آسمان است، یعنی پستی و بلندی ها دارد. پس خواهری عزیزم، صبر کن، زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید به درستی که پروردگار همراه صبر کنندگان است. آیا می‌خواهی که خداوند همیشه همراه تو باشد؟ پس رشته صبر را هیچگاه از دست رها نکن. اکنون برایتان بیان می‌کنم که خودکشی چقدر کار گناه و سنگین است. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک مرد بود که از حیات دلگیر شده بود و رگ دستش را برید. خون بدنش به نهایت زیاد خارج شد و آن مرد به هلاکت رسید، یعنی به خودکشی دست زد. مردم خواستند که این مرد را جنازه کنند، ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنازه‌اش اشتراک نکرد، بلکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صحابگانش گفت شما رفته نماز جنازه‌اش را بخوانید، زیرا برای من خواندن نماز جنازه انسان خودکشی کردگی درست نیست. اکنون خود بیاندیشید که وقتی که ما خودکشی میکنیم، پس برای ما به نهایت شرمندگی است. حتی در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است هر کسی که خود را با کارد و با یگان اسباب دیگر میکشد، پس در روز قیامت ملائکه های دوزخ با همان چیزی که همان انسان خود را کشته بود در بدنش میزنند. چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز جنازه شخص خودکش را نخواندند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند این شخصی که خودش را کشته است باید جان این را خداوند میگرفت، اما این آدم به تقدیر الهی راضی نشده پیشکی خودش را کشته است. از این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز جنازه‌اش را نخواندند. خواهرم و برادر عزیزم، اگر از حیات سخت دلمانده شده، پس چنین دعا کن: خداوندا، اگر همین عمر من عاقبتش عذاب و شکنجه باشد، پس جانم را بگیر، ولی اگر عاقبت عمر من خوشبختی باشد، پس عمر با برکتم بده. این توصیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. هیچگاه نگوی که خدا جانم را بگیر تا از درد و غم این دنیا خلاص شوم. هرگز این گونه آرزو نکنید. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هیچگاه آرزو و تمنای مرگ را نکنید. پس تو هم باشد به خودکشی دست مزن، زیرا خداوند با وقت ساعتی در تقدیر بوده جان ما را میگیرد. آیا نماز جنازه شخص خودکش خوانده می شود و یا نه؟ بله، نماز جنازه شخص خودکش و یا عرقنوش و یا زیناکار باید خوانده شود، زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند برای هر گونه شخص گناهکار نماز جنازه خوانید. نماز جنازه شخص خودکش را باید عالمان و دامله‌های کلان نخوانند، بلکه انسان‌های بدانش و عادی باید خوانند تا برای دیگران این کار دست عبرت شود. عزیزان من، پس شما شنیدید که خودکشی چقدر کار گناه و زشت بوده است. پس چرا خود را آتش زده می‌سوزانی؟ و یا چرا خود را به زیر دار می‌آویزی؟ نه، هرگز این کار را نکن، زیرا از رحمت الله دور می‌شوی، بلکه ابدی و همیشه در آتش دوزخ میمانی. امیدوارم که کمی هم باشد از این موضوع بهره‌مند گردیدید. صحتی و سلامتی شما آرزو و تمنای همیشگی ماست. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.